من میخوام که جواب من طریق کانال های اینترنتی منظوری خوانندگان منظوری هواداران شعر گردد. برای من کنون بازار صابر مرد، برای من کنون بازار شاعر مرد، برای من کنون بازار طاهر مرد، برای من کنون بازار نادر مرد. دیگر بازار صابر نیست، دیگر بازار شاعر نیست، دیگر بازار طاهر نیست، دیگر بازار نادر نیست، دیگر بازار کافر شد، دیگر بازار ساحر شد. و نادرپور نو مانند ابلیس فتنه ها دارد و نادرپور نو عصیان تازه با خدا دارد. خدا را او نمیداند، قضا را او نمیداند، جزا را او نمیداند، نمیترسد. قهار است آن خدای مهربان ما نمیترسد، نمیترسد. جبار است آن خدای لامکان ما نمیترسد، نمیترسد. خدا را روی راست بدنام میسازد، نمیترسد. خدا را روی راست دشنام میسازد. چه جای گله از پیغمبران باشد، چه جای گله از فردوسی و سعدی، چه جای گله از سامانی و سینا، چه جای گله از دارای و قیقوباد، چه جای گله از این سامانی ثانی. همه را یک به یک دشنام داده لیلینی بدبخت و کافی را ستایش میکند هر دم. عجب پستی، عجب پستی، عجب گمراهی و مستی که از بحر شکم خود را فروشی به خدا گردی. ز خلق و ملت پاک مسلمان جدا گردی. فروشی دین ایمان را، فروشی جان و وجدان را، با زندان جهودان داده این ناموس عرفان را. بکن توبه، بکن توبه، خدای لامکان را یاب. گذر از لیل و از شبکه پوسیده ناپاکش و دامان امام دهه خدار، و دامان امام دهه خدار که تا از نو شوی مسلمی بی آزار، که تا از نو شوی تو بنده پاکی مسلمانم، که تا از نو شوی تو صوفی بر تاجیکستانم. بدانی رو به خاک پای امامت برابر نیست شاعر. اگر داری غرور از نام حق گویم تو را کافر. مشو کافر، مشو کافر، ایا بازار صابری پر از دردم. اگر گردی زیراحت من از این گفتار میگردم، وگرنه بهر من بازار صابر مرد، وگرنه بهر من بازار شاعر مرد، وگرنه بهر من بازار نادر مرد، وگرنه بهر من بازار طاهر مرد. دیگر بازار صابر نیست، دیگر بازار شاعر نیست. همین بازار صابرپور بشد بازار نادرپور. نمیدانند دیگر بازار نادرپور، نمیدانند دیگر بازار مایکل جکس. برای من همان بازار، همان شاعر که از بحر حقیقت در زمان شوروی میسوخت. برای من همان شاعر، همان دهقان بچه شاعر قبای شعر نو در جامعه دهقانی می پوشید. کافر شد، کافر شد، امریک شد. دیگر او را نمیدانم، دیگر شعرش نمیخوانم. ایا ای تاجیکستان مادر جانم، ایا خلق مسلمانم، بکن آقش، بکن آقش، بکن آقش که هم آقی پدر هم آقی مادر شد. چی میگوید که این بازارک شاعر کافر شد؟ دیگر او بنده پاک مسلمان نیست و در شریان خونش تخم ایمان نیست. ایا ای تاجیکستان مادر جانم، بدیدی که چسان دلار کند بازی. برای اون نمن در کارمون نیتو، برای او همان لیلی کافر می شود قاضی. چو شیطانی که روز یومدین خواند مریدانش. چه حیرانم از این نادان، چه حیرانم از این نادان که لیلی که کافر هست نبرده ذره ایمان. زی فردوسی و زی سامانی و فردوسی، زی رحمان رحیم لامکان بالاش میداند. خودش را بنده ناپاک آن قلاش میخواند. چو یک کافر، چو یک کافر. ایا ای تاجیکستانم، دیگر او را مخوان بر خود. نمیخواهم که او در این وطن باشد، نمیخواهم، نمیخواهم چو داغ تازه در انجمن باشد. نمیخواهم، نخواهم زنده و هم مرده چون لاشه ناپاکش. نمیخواهم در این خاکی وطن باشد دیگر خاکش. چو لیل کوسه‌اش سازم بگذار، چو شیطان سنگسارش گر کنن هر عید هزاران سال. تا روز قیامت سنگ لعنت بر سرش کوبند. آمین، آمین. گمانم که چو لیل خاک پاک او را نمیخواهد. خدایا در زمین نه در هوا ترکد،
با اقیانوس افتاده خراکی ماهیان گردد. نمیخواهم دیگر او را ببینم مست خرمست، نمیخواهم دیگر او را ببینم جاهل و پست. دل من سخت میسوزد، دل من سخت میسوزد که شاعر را چنین گفتم، دل من سخت میسوزد که صابر را چنین گفتم، ولی شادم که کافر را چنین گفتم، ولی شادم که نادر را چنین گفتم. ایا شاعر بکن توبه، بکن توبه، شکن تو گردن شیطان، مزن تو هر کجا سنگ ملامت تاجیکستانم، مکن تهمت چون نامرد دیگر بر دین و ایمانم. بیا و توبه کن در تاجیکستانی پر از خارت، بیا و توبه کن بر خلق خاک کرد بازارت، بیا و توبه کن شاعر، بیا و توبه کن شاعر.